خیر شرکت دارم از نام داملوها، از نام سادات محترم، از نام حاجی ها، خیش اقربا، دوستا، پیوندا، اولا بابای حاجی حمیدالله را به خاطر توی ختنه عبیرت میشه و حضرت نویره که خود شد خودش نویره ای عبیره میشه توی ختنه سوری عبیره شون خوب بخت اقبال دا خدا عمرت بتا که بیای در توی عبیرت اشتراک کنی و خدا قسم عجب نعمتی هست. حضرت سوال کردن از خوشبختترین آدم که همین خوشبختترین آدم کی است، بهترین آدم کی است؟ گفت من طال عمره و حسن عمله، کسی که خداوند متعال عمر طولانی و عمل نیک خوب براش نصیب روزی گردانده است. بابای حاجی را بعدا حاجی عبید فیض برکات و خیرات و حسنات خیش رو نازل بسازد. تو یک بچه چی بود نامش؟ سمیع الله. سمیع الله. خداوند سمیع الله به همین نام زیبا همیشه شنونده فرمان خدا و پیغمبر بزرگ بسازه و پروردگار برادرایی را که در این محفل خیر شرکت دارند عمرشون بتا که در توی نکاحی شب شرکت کنند. سبحان الله. ببینه دوستا و عزیزا و محبا جمع اومده گیرد. اصلا قاعده همین است. وقتی شخص خرسندی داشته باشه سعی میکنه که شخصای نزدیک شه، دوستاشه، پیروشه دعوت کنه. همین جبده خدا و راستی بگو ایشون من سوال کردم که حضرت هم یا ایشون این سعدالله قدر با خبر و آگاه نبود از گفت نه حضرت را خبر نکردیم. باشه گفتم چه خبر نمیکنه. حضرت شیخ سعدی را قصه میکنه همه یاد دارم زی عهد صغر. حضرت قصه را در بستانش کرده است. همه یاد دارم زی عهد صغر که عید برون آمدم با پدر. یاد دارم میگه وقتی که خورد بدم پدری رحمتیم زنده بود یک عید میگه دست ما گرفته تماشا برآورده کم شهر. این شیراز شهر کهنه این همین قدیم الایام همین شهر بود. این مثال شهرهای نوبنیاد نیست. هم دوره شیخ سعدی هم یک شهرهای بسیار آباد و زیبای همون زمان عصر بود. اگه تصور کنه که در روز عید بود چقدر شهر را آراسته میکنن، زیبا میکنن، مردم خرسند میشوند. با خدا من خودم در همین عید به درجه خرسند خشنود چیدم. این همین میبینی چهره‌های یک شده کودککو را وقت خشی مردا را خدا شاهد ایمانامون آب خورد. مردم پزمان شیده بودیان، حقیقت هم پزمان شیده بودیان. همه عید عجایب عید کردن، بسیار راحت کردیم. اگه در یک عید میگه پدرم دست ما گرفت و شهر تماشام برو با بازیچه مشغولی مردم شدم، در انبوه خلق از پدر گم شدم. خاک شهر آراسته کردن، یا جا داربازا بازی دارن، یا جا گوشتینگیراش گوشتین میگیرن، او یا جاش اسب سواراش اسب دواناش اسب میدونن. هر جا هر خیل بازی و مشغولیت نمتری بچه میده میگه دهنم دیگه دهنم یالا همو را تماشا کردم پدر ما گم کردم در بین اون مردم رای خونه را نمیدونم. برآوردم از بیقراری خروش داد و فیغانم برآمد میگه. برآوردم از بیقراری خروش پدر ناگهانم بیمالید گوش. یعنی پدرم میگه در پشتم بدست همین داد دوایی که کردم ای گوشم قپید. پدر ناگهانم بیمالید گوش که ای شوخ چشم آخر چند بار بگفتم که دستت زی دامن مدار. شوخ چشمش اینا که شوخ چشم یعنی بی‌ادب. یک فعل داره مالی همین خولیگان. بهترین ترجمهش این همین شوخ چشم هست. یعنی حکومت را نگفتم که دامن و سر نته در این بین مردم ها راگون میزنی گم نشوی گم میشه دیگه پرابلم هم میشه گفتن ایتا که های شوخ چشم آخر چند بار بگفتم که دستم زی دامن مدار. و حضرت نصیحت میکنه خواننده هاشا این همین مردم مسلمانه، مردم فارس زبانه. افسوس و صد افسوس که ایا گوش میدره و گوش دیگه میبره میره. ولی بعضا من همین فکر میکنم
اینقدر پند نصیحتی که در ادبیات ما هسته به خدا قسم در یگان ادبیات نیست. باور کنه همین شیخ سعدی ما با تنهایی جواب تمام ادبیات جهانی را میده در پند نصیحت. این استاد نصیحت های نه که بو میبینی بی ادبی مردمی ما دشنام و حقارت این مردم بی تمیزی ها را آخی رزبروی بی معنی را از برای خدا در راه میره. نه شفیار ادب داره، نه پاساژیر ادب داره، نه پیش خود ادب داره. حیوان میشیده. یه خیال میکنم که همین چند که بی ادب زیاد میشیده است بیچاره در همین برای هر میگفتی هم ده که جوی در کده اونجا مینولی کن. حضرت میگه تو هم طفلی راهی با سعی فقیر بیرو دامنی رازدان ها بگیر. فرزند مسلمان همون طفلگی نمی توی پشت در سرت بگی رهگم نزن. برای اون که رهگم نزنی دامن یا بزرگ بقر، دامن یا سعید بقر، دامن یا استوز بقر که از همین بومبستی حیات نجات بیابی. رهگم نزنی، فریبت نتن، از راه حق منحرفت نکنن. سبحان الله. حضرت محمد ابن منکدر نصیحت کرده است. میگه این هذا العلم دینکم فلینظر احدکم ممن یأخذ دینه. انا علمی که شما میگیره این دین شما است. برای آدم نگاه کنه که دین شای کی میگیره. ای آدمی با تقوا باید بگیری، ای آدمی اصلدار باید بگیری، ای آدمی متقیه که خودش پیرو است، خودش مقصد که پیروی مذهب است، خودش مستقیم ای هر یک ابله قدی کوچکی گرفتی خب ابله میشه میره. تو هم طفل راهی به سعی فقیر گرو دامنی راهدانان بگیر. مکن با فرومایه مردم نشست چه کردی زی عزت فرو شویده است. با همین مردم فرومایه و بدبخت بدتینت هم نشینی نکن. اگر که کردی نه آبرود میمونه، نه عزت میمونه، نه برکت. خدای تو رو میگیره. یک کس سوال کرد والله اعلم همین دین بود. دین بود یا نه؟ روزی جمعه بود. یک کس سوال کرد که گفت همین یک رفیق داریم عاقی پدر ای خفی همون معامله و مناسبت میشود. عاقی پدری با عادی نه این خونه سوخته قطی پدرش قد به قد میکرده از پدرش هم میزده. گفتم همین نصیحتش که شرط بزرگ پیشش برای توبه کنه در پیش پدر صدقا نامعقول بس کنه قطعش یا رفیقی و دوستی تا دوام بده. نه که اگر نکرد آخوش تا در سرت بگی تست پاتا بکش که کسافت همین بعد بدی یاد میگیری. آخی همین خربزه رنگ میگیره همسایه همسایه نکنه که یه روز ترام قطعی پدرت قد به قد شد، نکنه که یه روز فرزندت کشتر ایتره بگیره. قطعی تری بدبخت و رفیقی نکرد. چه کردی؟ زی عزت فروش بویده است. حضرت صلی الله علیه و سلم این نصیحت را کرده است برای ما و شما. باید ما تعالی عنهما روایت میکند از رسول گرامی صلی الله علیه و سلم که حضرت نصیحت فرمود. گفت من کان له ولد فلیحسن اسمه و ادبه. هر کسی را که خدای تعالی صاحب فرزند کرد، عجب نعمت های فرزند را ببینید. در ناخون فرزند مردم زورن. به خاطر همین فرزند شدن چی بیچاره صرف خراجات های نمیکنند. شویتزاریا میروند، اسرائیل میروند. دوغه با تمام کاو خاک بلا و به همه چی راضی میشوند که همین فرزندک بیارند. وای را که با خدا نمیتونه ببینه به هزار امید و آرزو میروند. ایمی دید داما و ای مردم کودک هم میگیرن از خوردیش اگر چند طفلی بیگانه هم باشه کلانش میکنن. چرا؟ به خاطر اون که فردا برای مرد مسلمانی را که عقل فراسته داره و فرزند آداب و اخلاق میآموزونه، انمی فرزند بگیم گارانتیای پیریش ای استراخوف کشه اگر به شرطی که تعلیم و تربیت گرفته باشه. برای حضرت بود که وقتی صاحب فرزند شدی همین نعمت بزرگ خداوند برات داد. اولا براش یه نام خوب و زیبا انتخاب کن. نامی که نام کتابی باشه، نامی که سبب افتخاری همون طفلک باشه، هم در دنیا و هم فردا روز قیامت. سبحان این نام کی ماند با حاجی
سمع الله. میره نمیدونم مکو انا یکی آتشه نام بیانگری ایمان انسان باشه، بیانگر دین انسان باشه. همین نام تشریدن بفهمن که مسلمان. از این دیگه خوشبختی بزرگتر نمیشه. و ادب در شرط دوم برای اون که همون فرزند کامل شود، برای اون که همون وظیفه و مسئولیتی که خدا و پیغمبر در ذمت گذاشته است سبکدوش میشه. ولی یحسن ادبه، باید ادب اخلاق با آموزان و طفلک. آخه طفل وقتی ادب اخلاق نه آموزانی به ادب کلو شود در قد کوچه، همین کسی ببینش اول پدر لعنت میکنه. در همین دنیا اینا که خور و ضریب بعد ادب باشه همه رحمت نکنه. اگه تصور کنه که از دنیا گذشتی رفتی تو در عالم برزخ محتاج هستی که یک از در حق دعای خیر کنه لعنت بشنوی، ایوی فرزندی ناقابل همین در کجا راست میآید؟ همین ادب بسیار مهمه برای فرزند. ما نحل والد ولد افضل من ادب حسن. هیچ پدر به فرزند خودش بزرگتر میراث از اخلاق و آداب حسنه نگذاشته است. فرزند همین خوردی تعلیم دادن در کار، فرزند از خوردی با خدا و پیغمبر آشنا کردن در کار. ایامو خوردی باید در همین منتالیتی ما و شما همون کودک در بدروریم که با ای خود کلان احترام کن، ریش سفیدا را احترام کن، خدا را دوست بدار، پیغمبر خدا را دوست بدار، شریعت را هاشی نمیای. اگر کردیم هیچ کس دیگه او را گمراه کردن نمیتونه. باور کنید. همین دو ده همین چیزی که در جوانی و خودی یاد گرفته دیگه او فراموش نمیشه. العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر. همون مهمون محترم گفت که همون لهجه ای را که در کودکی یاد میگیری دیگه کلان سال هم او را فراموش کردن نمیتونه. دیده همه پروفسور وقتی که گپ میزنه بخوای نخوای با همون لهجه مادریش میره و با سبب آبرو و عزت اولا در دنیا میشه. همین روز یک محفل حاجی بود، یک حاجی بود نبیرش گرفته است و ورده است، نام نبیرش عمر. بعد گفت که هم التماس کرد که این نبیره من یک قرآن کنم. این در بین حاجی فخر میکنه او بگو نمیکنه. نبیرش با تجوید ترتیب به آواز شیرین قرآن میخونه فخر نمیکنه. وقتی بیگانه ها راحت میکنن لذت میبرن برای خودی را چنان شیرین گوارای هسته که او دیده فرزندی خود همه شیرینتر همه زیباتر در چشم میتوان. همون سبب خوشبختی در دنیا میشود، سبب نجات فرد روز قیامت. زیرا که پیشه باید روزی که کار افتاد گر پیشه نداند بیل کلند تیشه. اگر به شرطی که حالتهای میشود، مقصد حالتهای استثنایی که یک آدم امکان حفظ کردن علم نداره، امکان حفظ کردن قرآن نداره، بعضی ذهن به حد کم میشود. آخی همین که هم روی کلام که بروش وزبی نیسته، لیکن همین میگوید که یک سطر از یک جانش میگوید خیلی آدمی زود یخیل نمیشود. اگر دیدی که پون نداره علم خوندن نمیتونه، بر در پیش یک استاد بمونجد یاد بگیره، یک هنر یاد بگیره، خار نمیشود. اگر هنر کی بدونه 100 کس در پیشش با گردنشو کش بشود. هرگز خطی نداند یا پیشه نتاند، پس گاو و خر چراند در کوه دشت بشه. آخه اگر که علم نآموخت یا هنر یاد نگرفت، زندگی مجبورش کرده چیکار میکنه؟ بیچاره مجبور ای ده مرده شوه، کوه به کوه دره به دره بگرده، از انسان هم دور، از مقصد که معرکه و محفلای مثلا مسلمانی و مردمی هم دور خویده همیه یاخی. برای این فرزند عزیزه میگن ادبش، علمش، تعلیمش از خودش عزیزه. سعی کردن در کار که همون فرزنده را تعلیم بده، نسبت فرزنده به پروا نباشید. اینا ببینید فرزند چقدر شیرینه. کودک وقتی کسل میشوه همون پدر و مادر گریه میکنن، دعا میکنن خدایا همین درد همین فرزند درمان بده. ببینه در سکرات میگه جانی مرا بگی و همین فرزند باشه همین خشرینه. میگه اوخی وقتی که اخلاق نداره، ادب نداره، تعلیم نداره، دردی سری فرزند میشه، دردی سری پدر میشه،
با خدا قسم اینا دوملو را شاهیده در حیات دیدیم پدرای را که میگه خداوند زودتر امیرا جوانمرگ بکشه بچه خیچه الان بچه را که در خودش میگه که خدایا درد امیرا در من بده میگه که خدایا زودتر جان شبگی که شرمندم کرده است ایدست همی بداد اومدم هم سعی کردن در کفر رو دارم ولی همی در اسلام عموما در دنیا یگان اویله مسلمان نیست که ارزوی پسر داشتن نداشته باشه غیر مسلمان ها خیال میکنم باید بچه در دختر از یاد دوست میده ولی همی رسول ها بگو میگن دختر خوبه بعد بچه زپای میروه دیگه هم الکگولیک میشه میروه التر میگه هم اویله مسلمان ها شاید در دنیا 2 میلیارد مسلمان باشه یگان اویله نیست که ارزوی پسر داشتن نداشته باشه به خاطر چی؟ به خاطر که اگر مسلمان همون فرزند تعلیم اسلامی بده همون کودک در آخر حیات دستگیرش میشود اسباب کشش میشود سبب آبرو و عزتش میشود در اون وقتی که دیگه دستش هیچ کار نمیآید قناتش میشود جای دستش در دست میشود جای پشت در پا میشود سال 2009 امریکا دابدیم بعد یک جا همون جای به پرستارا بگیم این به پرستار غلیظ بیا خیلی بیا جای کلان سالا همون بردن مو عقب مقصد که ای همون امکاناتی وسیعی که دارن ما را آگاه کردستیان نشان دادستیان دست آورده شما حقیقتا او را جای به پرستارا گفته نمیشه و اون ممکن رنگ همون چطریوزیوز داشتنی اتل باری مقصد همینطوری چی داشته باشه شرایط امکان داشته باشه تمام چی هست اما شاید پلاواتی دی بسیل ببینید تنیس دی کارت هم ببینید و همه شرایط رو محیوه بعد گفتم که نقطه نظرتون رو بگیم گفتیم که همین چیزی نگیه اما آدم پیر شوه ای خانه و در دور ای فرزند نبیره دور اوخی شیرینی حیات هم فرزند نبیره این چیه بید؟ چیه حیات هم؟ بعد یک ترجمان داشته بابای انصاف میگفتن از افغانای همه امریکا انا کلان سال بود خانه سوخته من نمیدونم ایمان داشت نداشت گفت شخصا برای من همه حیات بهتره من همه را زیادتر میپسنم من طاقت تحمل ندارم که مینت فرزند مینت خیلی نگوش کنم من دارم بچه که من همه خدمه من انشاءالله اگر همه با 30 سالی همه کبار که رسیدم همه توصیه میتونم که همه جا بیورم یک افغان دیگر هم خطیش بود آقای داود میگفتن موش همون میگم که همون منتالیتت افغانی و اسلامی خیلی گم کردگی نبود و او یک قصه عجیب کرد گفت ما 29 سال پیش آمریکا همراه پدرم یک برادرم همین مادر مامور گفته خسته بومده مسافر آوردیم یک روز میگه در یک کوارتیر شتگیم کوارتیر داریم یک جو کوارتیر هستیم نخست در زنگ زد میگه در کشادم که کارمندای استراخوفکا اومدیم کارمندای بیمه افغانا بیمه میگن استراخوانی را اومدن گفتن که همین خونه در شنیدیم که مسافر دست بیایم مسافر پدرتون استراخوات کنیم مسافر نمیفهمم این بیمهش چیه و فهموندنش که همین مقصد اگه او غم بزنن ما ترجمه میکنیم ده که مقصد این همین باز یک مبلغی میسپره اگر کسل شدی دارو و دوات همه در حساب همین فیرما میشود اگر موردی گور و چوب و کفنت همش در حساب همین فیرما میشود یکی همون حادثه فوق‌العاده شد مقصد همین رسخود همین فیرما با کلم میگیره میگه من از طرف راست پدر شتگی بود دودر رو به طرف چپش میگه همین دستی راست شد الان غیرت اسلامی میگن الان باوری و یقین اسلامی میگن آخه اسلام با علمش زیب داره میگه همین دستی راست شد در کتفی من پرتافته دستی چپه در کتفی دودرم گاه که بیمه من علم فرزند اومد و فرزند برای همه قلم کردم برای مردم غربه این چیز عجیب میتوه اون مردم دیده یا خونه بچهش که برای کش نباشه بود تبرودش کش میبره بسیار غیرت نه یک چشکه کوفش میره برای مردم ایمون یک کوری بخراری های او برای بسیاری تعلیم گرفتگی همین در خون محست های که او وقتی پدر فرزند اصلا کشش میشه بیمه ما گفتن همین فرزند ها باید در قیسش نیست در خدا میگه پرگو ما فخر میگن
یعنی خدای تو همه عقیده بزرگ داده است همه قدر دینی بزرگ داده است سبحان الله هیچ نعمت بهتر از فرزند نیست اما حضرت عبدالرحمن جومی که نو ایشان بابا بر غزلش مخمسی تیار کرده ایشان خوندن اما حضرت میگه هیچ نعمت بهتر از فرزند نیست جز به جان فرزند رو پیوند نیست حاصل از فرزند گردد کامی مرد زنده از فرزند باشد نامی مرد دست تو گیرد اگر افتیزی پای تو باشد اگر مانی بجای پگه اگر از تو که غلطیدی دست همون فرزند میگیره وقتی که چلاق شدی و راه گشته نتونستی سعی حرکت میکنه سبحان الله همین احمد هم میبینم نورالدین هم میبینم بابای خوجی را اسوکش شدوخی من همین روزای جمعه میبینم همون تا میگیرن میبرنش خدا را شکر بو میگیرن بول میکنن میورنش همین مقصد فرزند به همین قروزه تربیه کردن و کلام کردن دشمنت را شیوه از من شیون است خواسته گوی بحری قهری دشمن است همین پدری که فرزندای بناموس و بغیره داشته باشه که جرأت میکنه او را کجله نگاه کنه همون قبری را به گلشن مبدل میکنه یا ببینید روش سعی کردن در کار فرزند هم آداب و اخلاق را آموزید هیچ میراث بزرگتر از آن آموختن اخلاق و آداب و علم روی پدر نیست یک وقت همون دوره پرستروی که بود باور کرده اکناب همین گپ کورو برماده است نبود در تلویزیون یک ارمنی را نشان دادن اینمی زواد ازیلکای کو ماسکویچ خریدم دست او ارمنی شد یک میلیاردری کلام اگر همکاریاشون نو شروع شده بود با کدوم فیلمای دیگه همراه ماشین روش میکردیم و همون گپ زد گفت که اینا انا من یک پسر دارم در دین رجنینش گفت کتاب خریده باشه نه کتابش خریده من امکان دارم گفت که ماشینی پیش بخرم بتونم ماشینی پیش نه که بگذار امروز وقتی خوندن شاید بخونم خون تعلیم گرفت همون ماشینی پیش بخدش خریدن هیچ سبحان الله بطوری این ارمانی روی این اخر پروسه قدیم همین کسی اگر هم طریق فکر و اندیشه داشته باشه میبینی فرزندای خوب میشوند فرزندای تعلیم دیده میشوند فرزندای کارآمد میشوند اگر که همین فکر و اندیشه که نباشه خار میشه بعد مرده پدرم فرزندی که اب کشیده فرزندی که ای دستش یگان هنر ناومد بخوای نخوای خار میشه انشالله این اکبری ما از زمره هم بچه‌ای هست که تعلیم پدر را گرفته است تعلیم بابا را گرفته که یقین است که او فرزندش در همون روحیه تربیت میکنه از خداوند بزرگ تمنای او را داریم که خداوند سمیع الله ما را از جمیع بلا و گزنده حفظ کنه قاری قرآن و محب خدا و پیغمبر یک جوان مردی با غیرت با همت محب و کمالش برسانه و پروردگار در این خاندان فیض و برکات و خیرات و حسنات چه نازل می‌سازد خداوند برادرایی را که در این محفل خیر شرکت دارند به همه خیر روزای سعادت و خوشبختی و روزی توی فرزند نبیره و آبیره و چمی‌هاش برسد و انت خیر الفاتحین. السلام علیکم تماشابینان عزیز، خوش آمدید به این شبکه ما. من به شما یک کانال را با نام دلکشا توصیه میدهم که شما میتوانید همه روزه در این کانال مختصر الوقایه که مهمترین چیز است گوش کنید. برای همه لازم است حتما در آمده در این کانال ابونه شوید و همه روزه مختصر الوقایه را گوش کنید. لینک کانال در تگ ویدیو در کامنتار یا در پیشان ذکر کرده شده است.